چند روز پیش یکی از من پرسید که آقای صدوی به نظرت اقامت اسپانیا بهتره یا پرتغال؟ بهش گفتم قبل از اینکه بخوام جواب تو بدم اجازه بده یه سوال ازت بپرسم. هدف چیه؟ میدونید چرا دوستان؟ چون گرونترین اشتباه مهاجرتی که خیلی از ماها انجام میدیم اینه که از همون اول عاشق کشور میشیم. یکی میاد میگه من فقط میخوام اسپانیا برم. اون یکی میگه نه فقط پرتغال. بعدی میاد میگه نه فقط و فقط یونان. در حالی که اگر واقعا از هر کدوم از اینا بپرسیم هدفشون چیه و دنبال چی هستن جوابی نداره. در حالی که دوستان ببینید شما یا دنبال یک کشوری هستید که بعداً بتونید شهروندیش رو بگیرید و بنابراین بدون درخواست ویزا و یا به راحتی بتونید تردد بین‌المللی داشته باشین به عبارت بهتر، یا ممکن دنبال گرفتن اقامتش باشید تا بتونید بعداً پلن‌های مهاجرتی بعدی خودتون پیش ببرید. ممکنه یکی دنبال کشوری باشه که مالیات کمتری بده و اون یکی دنبال کشوری باشه که شرایط تحصیلی بهتری چه برای خودش چه برای فرزندان و خانواده‌اش فراهم کنه. بنابراین می‌بینید که هر کدوم از این اهداف کاملا با هم متفاوتن و طبیعتاً برای هر کدوم از این هدف‌ها کشورهای متفاوتی ممکنه گزینه باشه. بنابراین اگر یه بار دیگه از من بپرسید که اسپانیا بهتره یا پرتغال، من میگم هنوز برای جواب دادن زوده. من قبلش باید بدونم که هدفتون از مهاجرت چیه.